سرگذشتی سیندباد سفری پنجم. سیندباد دریاگرد گفت که چون از سفری چارم بازگشتم به عیش و نوش بنشستم و آنچه که بر من روی داده بود فراموش کردم. روز از روزها هوای سفر بر سرم افتاده به تماشای شهرها و جزیره ها شوقمند شدم و دامن همت بر میان زدم و بضاعتی گران که مناسب سفری دریا باشد خریده بار بستم و از شهر بغداد روی به بصره نهادم و در آنجا کشتی بلند و وسیع خریده ناخدا و از برای او مرد کار گرفتم. غلامان و خادمان خود را بر او گماشته بارها بر او گذاشتم. جمع از بازرگان نیز از من کرایه کرده بار بر آن کشتی آورده در کشتی بنشستیم و در غایتی نشاط و شادی روان شدیم. از جزیره به جزیره و از دریا به دریا می گذشتیم و شهرها را تماشا می نمودیم و خرید و فروش هم می کردیم تا اینکه به جزیره بزرگ و خالی برسیدیم که هیچ کس در آنجا نبود. در آنجا قوبه بود بزرگ. بازرگانان به تماشای آن از کشتی بدر شدند. چون آنها او را دیدند نمی دانستند که بیضه رخ است. او را با سنگ زدند و بشکستند. آب بسیار مانند نهر از آن بیضه روان شد و چوجه رخ از او پدید گشت. بازرگانان او را از بیضه به در آورده کشتند. گوشتی بسیار از او بگرفتند. من گفتم اکنون رخ پدید آید و کشتی را بشکند. ما در گفتگو بودیم که ناگاه آفتاب از چشمها ناپدید شد و روز تاریک گشت. آنگاه سر به آسمان برداشتیم تا بینیم میانه ما و آفتاب مانع چیست، که ناگاه دیدیم پرهای رخ میانه ما و آفتاب حجاب گشته و هوا را تاریک کرده است و سبب این بوده است چون رخ دید که بیضه او را شکستند، جفت خود را آواز داده کشتی را احاطه کردند و به آوازی بلندتر از رعد بانگ بر ما می زدند. من ناخدا و مردکاران کشتی را گفتم پیش از آن که هلاک شویم کشتی را برانید. در حال ناخدا سرعت کرده بازرگانان از جزیره به در آمدند و کشتی را کشوده بادبان برافراشتند و به کشتی نشسته روان شدیم. رخ از ما غایب شد و ما با سرعت کشتی همی راندیم که از آنها خلاص شویم. ناگاه دیدیم که رخها از پی ما روان گشته کشتی ما را احاطه کردند. هر یکی را سنگ بزرگ مانند کوه در چنگال است. پس سنگ را که در چنگال داشت به سوی ما انداخت. چون کشتی تند می رفت سنگ خطا کرده و به کشتی بر نیامد. آنگاه جفت رخت سنگ را که در چنگال داشت بر ما بیانداخت. سنگ او با حکم خدا بر دم کشتی بیامد و او را 20 پاره کرد. کشتی از هم بریخت و هرچی که در کشتی بود غرق گشت. من آهنگی خلاصی کردم
خدای تعالی تخته از تخته های کشتی بر من رسانید. با آن تخته سوار شده آب به پای خود می زدم. بادهای و موجها یاری می کردند. چون کشتی در نزدیکی جزیره غرق شده بود، به عنایتی پروردگار به جزیره برآمدم، ولی مرا نفسی واپسین بود و از غایتی رنجی که برده بودم به حالتی مردگان بودم و از گرسنگی و تشنگی از هلاک من چیزی نمانده بود. پس از ساعت در ساحل دریا بیفتادم، اندک راحت یافته برخاستم و در آن جزیره همی گشتم. جزیره را مانندی باغ از باغهای جنت یافتم که نهرهای روان و میوه‌های لذیذ و مرغان خوش‌چیلهان داشت. از میوه‌های آنجا خورده سیر شدم، حمدی پروردگار را بجا آورده نعمتهای او را ثنا گفتم و به این حالت در جزیره همی گشتم تا هنگام شام شد و تاریکی شب جهان را فرا گرفت و در آن جزیره نه آواز شنیدم و نه کسی را دیدم. از بسیاری رنج و عذاب و غایتی هراس و بیم مانندی مردگان بودم تا بامداد نخفتم و از جای خود بر نخواستم. چون بامداد شد برخاسته از کناری آبی نهر همی رفتم تا به سرچشمه رسیدم. در آنجا شیخ نیکومنظر دیدم که نشسته و برگی درختان به خود بسته. با خود گفتم که شاید این شیخ یکی از غرق خلاص شدگان باشد که به این جزیره در آمده است. آنگاه به او نزدیک شده او را سلام دادم. به اشارت جواب داد و سخنی نگفت. گفتم ای شیخ، سبب نشستن تو در این مکان چیست؟ سری جنبانیده آه کشید و افسوس و حسرت آشکار کرد و با دست اشارت کرد که یعنی مرا بر دوش خود بگیر و از این مکان برداشته به آن سوی نهر بگذار. من با خود گفتم اگر به این شیخ نکویی کنم و از این مکان برداشته آنجا که می خواهد بگذارم، شاید ثواب از بهر من باشد و در عوض آن خدای تعالی مرا کشایش کرامت فرماید. در حال پیش رفته او را به دوش گرفتم و به مکانی که اشارت کرده بود بردم. آنگاه گفتم فرود آی. آن شیخ از دوش من به زمین نیامد و پاهای خود به گردن من در پیچید. به پایهای او نظر کرده دیدم مانندی چرمی گومیش است. از او ترسیدم، خواستم که از دوش خویش بیندازم. پاهای خود به گردنم سخت در پیچید و همی خواست که مرا بکشد. جهان در چشم من تاریک شد. چون مردگان به خود بیفتادم. آنگاه ساقهای خویش از حلقم من برداشته مانندی تازیانه بر پشت و پهلوی من میزد. علم سخت از آن ضربت به من روی داد. من بر پای خستم در حالتی که بر دوش من سوار بود.
به دست خود اشاره کرد که او را در میان درختان به سوی میوه های لذیذ برم. هر وقت که مخالفت می کردم به پای خود مرا سخت می زد، چنان که به تازیانه بزنند. پیوسته مرا به هر مکانی که می خواست اشارت می کرد. من او را به آن مکان می بردم و اگر سستی می نمودم مرا سخت می زد و من در دست او مانندی اسیران بودم و همواره او مرا در میان جزیره می گردانید. شب و روز به دوش من بود و به دوش و گردن من بول و غیط می کرد و در وقت خواب پاهای خود به گردن من پیچیده اندکی می خفت. باز بیدار گشته مرا می زد. من مخالفت او نمی توانستم کرد و پیوسته در رنج و عذاب بودم و خود را ملامت می کردم و آرزوی مرگ داشتم. دیرگاهی به این حالت رنج بردم تا اینکه روز از روزها به مکانی می گذشتم. کدوی بسیار در آنجا بود. قسمی از آنها را خشکیده یافتم. کدوی خشکیده بزرگ یافتم. سری او را کشوده میان او را تهی کردم. آنگاه به پای درخت انگور آمده با فشرده انگور کدو را پور ساختم و سری او را محکم کرده در آفتاب گذاشتم. چند روز بر او گذشت تا اینکه شرابی ناب شد. من همه روز از آن شراب می خوردم. او با اشارت پرسید که این چیست؟ گفتم این چیزی است که دل را قوت می دهد. پس من شراب خورده مست شدم و آن پلید را برداشته در میان درختان به این سو و آن سو می دویدم. چون مرا نشعه مستی کامل شد برقصیدم، بخندیدم و خرسندی کردم. کدو را از من بخواست. من از بیم جان کدوی شراب را به او بدادم. در حال کدو بر لب نهاد و آنچه شراب در کدو مانده بود بنوشید و کدو را بر زمین انداخت. آنگاه او را طرب روی داده در دوش من به رقص درآمد. پس از آن از غایت مستی اندام او سست شد، به این سوی و آن سو متمایل شد. چون مستی او را دانستم و سستی او را دیدم، دست برده پاهای او را بگرفتم و از گردن خود کشودم. او را بر زمین انداختم. خود را از او خلاص دیده از رنجی که داشتم راحت یافتم. آنگاه ترسیدم که از مستی برخیزد و مرا بیازارد. سنگ بزرگ برداشتم، سری او را با آن سنگ بکفتم. چون کشته شد خاطر آسوده شده به کنار دریا بیامدم و دیرگاهی از میوه های جزیره می خوردم و انتظاری کشتی می کشیدم تا اینکه روز از روزها در سرگذشت خود به فکرت بودم و با خود می گفتم کاش می دانستم که پس از این بر من چی خواهد رفت. آیا به سلامت به سوی اهل وطن باز خواهم گشت یا نه؟ در آن ساعت یک کشتی در میان دریا پدید گشته به سوی جزیره می آمد. کشتی در نزد جزیره لنگر انداخت و
طناب‌هایش را به درختان جزیره محکم ببستند. ساکنان کشتی به جزیره در آمدند. من پیش ایشان برفتم. چون مرا بدیدند همه‌شان به سرعت پیش من آمده و مرا احاطه کردند و احوال مرا پرسیده از سبب در آن جزیره بودن من جویا شدند. من ماجرای خود را به ایشان نقل کردم. حکایت من ایشان را عجب آمد و به من گفتند آن شیخی که به دوش تو سوار بود او را شیخ بحر گویند. غیر از تو هیچ کس به زیر پای او نرفته که خلاص شده باشد. پس از آن مرا به کشتی بگذاشتند و کشتی همی راندند تا اینکه کشتی به شهری بلند بنیاد رسید که خانه های آن شهر به دریا می نگریست و آن شهر را شهری بوزینگان می گفتند. ساکنان آن شهر را چنین عادت بود که چون شب می شد از دریچه هایی که به طرف دریا بودند بیرون می آمدند و از ترسی بوزینگان به کشتی های و زورق ها نشسته شب را بر روی دریا به روز می آوردند. من به تماشای آن شهر برآمدم. چون بازگشتم کشتی رفته بود. انگشتی ندامت به دندان گرفتم و آنچه در سفرهای پیش از بوزینگان به من روی داده بود به خاطر آورده گریان شدم و ملول و محزون بودم که یکی از مردمان شهر پیش من آمده به من گفت ای مسکین، آیا در این شهر غریب هستی؟ گفتم آره غریبم و در کشتی بودم. چون کشتی را در برابر این شهر بداشتند من از کشتی به در آمدم که شهر را تماشا کنم. اندک دیر آمدم. وقتی که بازگشتم از کشتی اثری نیافتم. آن مرد به من گفت برخیز با ما به کشتی یا به زورق بنشین. اگر تو امشب در شهر بمانی بوزینگان تو را هلاک سازند. در حال برخاسته به زورق بنشستیم و زورق را به قدری یک فرسخ از ساحل دور بردند و شب در آنجا خفتند. من نیز با ایشان بودم. چون روز شد زورق را بگردانده به شهر در آمدند. هر کس از زورق به در آمده از پی کار خود شد و ایشان را عادت همین بود. اگر یکی از ایشان خلاف کرده در شهر می ماند بوزینگان از کوه به شهر می آمدند و او را هلاک می کردند و چون روز می شد بوزینگان به خارج شهر رفته از میوه های باغ‌ها می خوردند و تا وقت شام در کوه می خفتند. باز چون هنگام شام می شد و شهر می در آمدند و آن شهر در بلاد سودان است. از جمله عجایب که در آن شهر به من روی داد این بود که شخصی از آن جماعت به من گفت تو در این شهر غریبی؟ آیا تو را صنعت هست که به آن مشغول شوی؟ گفتم مرا صنعت نیست و شغل ندانم. گفت این خلطه بگیر و از سنگ‌های ریزه که در این شهر است پر کن و من تو را با جماعتی که از این شهر بیرون خواهند رفت همراه کنم و تو را به ایشان بسپارم. تو با ایشان بیرون رو و هرچی ایشان کنند تو نیز بکن که شاید تو را منفعت به دست آید که با آن منفعت سفر توانی کرد و به شهر خود توانی رسید. آنگاه آن مرد مرا به خارج شهر آورد
و من سنگ‌های ریزه چیده در خلطه انداختم. ناگاه جماعتی را دیدم که از شهر به در شدند. آن مرد مرا به ایشان سپرده گفت: این مرد است غریب، این را با خود ببرید و بر چیدن سنگریزه بیاموزید. شاید که از این کار چیزی به دست آورد که عوضی احسان شما از خدای تعالی به زودی خواهد رسید. ایشان قبول کردند. آنگاه مرا با خود ببردند و به هر یک از ایشان خلطه بود. با همدیگر رفتیم تا به بادیه‌ای وسیع رسیدیم که درختان بلند و انبوه داشت. کس به فراز آنها نتوانست رسید و در آن بادیه بوزینگان بسیار بودند. چون بوزینگان ما را بدیدند، از ما گریخته به فراز درختان برآمدند. پس یاران من سنگ‌هایی که در خلطه داشتند به بوزینگان می انداختند و آنها از میوه درختان برچیده به یاران می انداختند. چون من نظر کردم، دیدم این میوه ها که بوزینگان می انداختند جوزی هندی است. آنگاه من نیز به پای درختی بزرگی که بر آن بوزینگان بسیار بودند بیامدم و سنگ به بوزینگان همه انداختم و آنها جوزها به من می انداختند. من جوزها را جمع می کردم و هنوز سنگهای خلطه‌ام تمام نشده بودند که من جوز بسیار جمع آوردم. چون یاران من کار به انجام رسانیدند، هر یکی به اندازه طاقت از جوزها برداشته همان روز به سوی شهر بازگشتیم. من به نزد آن مرد که مرا با جماعت فرستاده بود رفتم. آنچه آورده بودم به او داده شکر احسان او را به جا آوردم. آن مرد به من گفت که از اینها به قدر قوت امروز بفروش و کلید به من داده گفت: این کلید فلان مکان است، باقی جوزها در آن مکان بگذار و هر روز با آن جماعت بیرون شو و چنان کن که امروز کردی. آنگاه پسترین آنها را جدا کن و بفروش و باقی را در این مکان گرد کن. شاید از برای تو توشه سفر گشته و شهر خویشتن برسی. من آن مرد را دعا گفتم و به طوری که سپریده بود هر روز خلطه را از آن سنگ ها پر کرده با جماعت بیرون می رفتم و آنچه که ایشان می کردند من نیز می کردم و دیرگاهی به آن حالت بودیم تا اینکه در نزد من جوزی هندی بسیار جمع آمد و بسیار هم فروخته قیمتی آن را جمع آوردم و اگر متاع خوب می دیدم می خریدم. مرا وقت خوش بود تا اینکه روزی در کنار دریا ایستاده بودم که کشتی به سوی شهر بیامد و در ساحل بایستاد. بازرگانان بسیار از کشتی به در آمده و خرید و فروش مشغول شدند. من به نزد رفیق خود آمده او را از آمدن کشتی خبر کردم و به او گفتم که قصد سفر دارم. وطن و اهل وطن را بسیار مشتاقم. گفت که اختیاری توست. پس او را وداع کرده احسان او را شکر گزارانیدم
و به کشتی آمده از صاحب کشتی مکان کرایه کرده آنچه که جوز و متاع دیگر داشتم به کشتی بگذاشتم و کشتی همان روز روان شد و از جزیره به جزیره همی رفتیم و خرید و فروش می کردیم و سودها بر می داشتیم تا اینکه خدای تعالی زیاده از آن مالی که از من تلف شده بود به من برسانید. پس از آن به مکانهای لؤلؤ در آمدیم. غواصان را جوزی هندی دادیم که بهر ما عوض کنند. چون عوض کردند لؤلؤهای بزرگ و قیمت بها به در آوردند و مرا لؤلؤ از لؤلؤهای همراهانم بهتر و بزرگتر بود. غواصان گفتند ای برادر، به خدا سوگند که تو را بخت یار است و اقبال سازگار که هیچگاه این گونه لؤلؤ نبرآورده بودیم. پس لؤلؤ گرفته به کشتی در آمدیم و به برکت پروردگار کشتی براندیم و شبانه روز همه آمدیم تا به بصره برسیدیم و آنجا بماندیم. پس از آن روی به بغداد کرده و محل خود برسیدم و به خانه خود در آمدم. یاران و دوستان به سلامتی من شادان گشتند. من به پیوندان هدیه فرستادم و به یتیمان و بیوه‌زنان مال دادم و افزونتر از مالی که در 4 سفر از من رفته بود خدای تعالی مرا عوض داد. محنت‌های و رنج‌هایی که به من روی داده بودند، لیکن فردا عجایبی که در سفری 6مین روی داده بر شما بازگویم که او عجیبتر از این است. پس در آن هنگام خواند پهن کردند و خوردنی بخوردند. آنگاه سینباد دریاگرد 100 مثقال زری سرخ به سینباد حمال عطا فرمود. سینباد حمال زرها به دامن کرده در غایت تعجب به خانه خود بازگشت و آن شب را به فرح و شادی بر روز آورد. چون به نزد او آمد سلامش کرد، سینباد دریاگرد جواب گفت و به نشستن اجازت داد تا اینکه باقی یاران نیز بیامدند. آنگاه سینباد دریاگرد سخن آغاز کرده به حکایت ماجرای سفر 6م زبان گشود. اینجا سفر 5م سینباد دریاگرد را به پایان می رسانم. اگر سرگذشت سینباد به شما پسند آمده باشد، خواهشمندم که علامت بسیار خوب را پخش نمایید. البته به کانال ما آبونه شدن را نیز فراموش نکنید. خانه آباد و سربلند باشید.